داستان از اونجا شروع شد که یکی به هم یه سفارش داد. سفارشش هم یکم جالب بود. میخواست برای اخبونون دوستش یه پلاک طراحی کنم براش و دیگه یه پلاک معمولی. یه عکسی به هم نشون داد که اون عکس انگشتای عروس و دوماد بود و گفت اینو برای من تبدیل به طلا کن. منم عکس رو بردم تو کورل و تبدیلش کردم به قلب، چون عکس 2 انگشت بود که روشون نقاشی شده بود. منم 2 انگشتا رو تبدیل کردم به یه قلبی که چشم و دهنای اون انگشتا روش بود و تصمیم گرفتیم که سفارش بدیم. سفارش ما متاسفانه خورد به زمان جنگ اخیر که خب طلاسازی ها کار نمی کردن. منم فکر می کردم که خب حالا اون دوستانم اخبونون بمیرن تو این وضعیت، ولی نکته جالبش اینجا بود که گردنگیری داماد داستان ما خیلی بیشتر از این حرفا بود و توی جنگ اخبونونشون رو گرفتن و متاسفانه مشتری ما بدون هدیه رفت سر اخبونون و گفت که حالا طراحی داره میشه و هدیه‌ات به زودی دستت میرسه. بعد جنگ این هدیه قشنگ ساخته شد و به دستشون رسید. خیلی برای من جالب بود داستان این عشقی که حتی جنگ هم نتونست اون رو تغییر بده. تو این دور زمونه که به راحتی از عشقشون میگذرن، از زندگیشون میگذرن و سر چیزای خیلی الکی زندگیشون رو تموم میکنن، این 2 نفر حتی با جنگم اخقنونشون رو تغییر ندادن. براشون کلی آرزوی خوشبختی میکنم و امیدوارم که این گردنبند هر موقع که دور گردن عروس خانومه یاد غیرت و وفاداری داماد بیفته و ازش لذت ببره.